سلام دوستان عزیز. ویدیورولک نوبتی ما درباره 10 بیابان‌های کلانترین جهان می باشد. بیابان صخره، صحرای کبیر، در شمال متریک افریقا جایگیر بوده. مساحتش 8,600,000 کیلومتر مربع می باشد. بیابان صحرای کبیر در منطقه اقلیم تروپیکی جایگیر است. در بیابان صحرای کبیر دولت‌های مصر، سودان، چاد، نیگر، مالی، سنگال، ماوریتانیا، صحرای غربی، مراکش، الجزایر و لیبیا جایگیر می باشند. بیابان عرب در جنوب غربی متریک اوراسیا در نیم جزیره عربستان جایگیر بوده. مساحتش 2,330,000 کیلومتر مربع می باشد. بیابان عرب را سرزمین دولت‌های عراق، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عرب، عمان، یمن و عربستان سعودی اشغال کرده اند. بیابان عرب در منطقه اقلیمی تروپیکی جایگیر می باشد. بیابان گوبی در مرکز و شرقی متریک اوراسیا جایگیر بوده. مساحتش 1,300,000 کیلومتر مربع می باشد. بیابان گوبی در منطقه اقلیمی معتدل جایگیر است. بیابان گوبی اساساً سرزمین یک دولت مغولستان می باشد. بیابان سوریه در جنوب غربی متریک اوراسیا در قسمت شمالی نیم جزیره عربستان جایگیر بوده. مساحتش 1,000,000 کیلومتر مربع می باشد. بیابان سوریه و سرزمین دولت‌های سوریه، عراق، اردن، عمان، اسرائیل و عربستان سعودی داخل می شود. بیابان سوریه در منطقه اقلیمی سوبتروپیکی جایگیر می باشد. بیابان تر در جنوبی متریک اوراسیا جایگیر بوده. مساحتش 446,000 کیلومتر مربع می باشد. بیابان تر در منطقه اقلیم تروپیکی جای گرفته است. بیابان تر و سرزمین دولت‌های پاکستان و هندوستان داخل می شود. بیابان بزرگ ویکتوریا در جنوب غربی متریک استرالیا جایگیر بوده. مساحتش 422,466 کیلومتر مربع است. بیابان بزرگ ویکتوریا در منطقه اقلیمی تروپیکی جایگیر می باشد. بیابان قیرقم در آسیای میانه جایگیر بوده. مساحتش 350,000 کیلومتر مربع می باشد. بیابان قیرقم در منطقه اقلیمی معتدل جای گرفته است. بیابان قیرقم و سرزمین دولت‌های قزاقستان، ازبکستان و اساساً ترکمنستان داخل می شود. بیابان تاکلمکان در مرکز متریک اوراسیا جایگیر بوده. مساحتش 337,600 کیلومتر مربع است. بیابان تاکلمکان به سرزمین دولت خیتای داخل می شود. بیابان تاکلمکان در منطقه اقلیمی معتدل جایگیر می باشد. بیابان قزلقم در آسیای میانه بین دایره‌های آمو و سیر جایگیر بوده. مساحتش 300,000 کیلومتر مربع می باشد. بیابان قزلقم در منطقه اقلیمی معتدل جایگیر شده است. این بیابان به سرزمین دولت‌های تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان داخل می شود.
بیابان بزرگی ریگی در شمال و غربی متریک استرالیا جایگیر بوده. مساحتش 285,000 کیلومتر مربع می باشد. بیابان بزرگی ریگی در منطقه اقلیمی تروپیکی جایگیر است. این بود یک چند معلومات درباره 10 بیابان‌های کلانترین دنیا. شخصانی که خواهشی و مختلف فن گئوگرافی را به طور فاصله‌ای دارند می توانند به رقم‌های 00930094 و 99292722884 زنگ زنند. در آخر آبونه شدن را فراموش نکنید. سلامت باشید. خیر.